سلام دوستان، به کانال خودتون گیم استاپ خوش اومده. امروز تست تصادف فوق العاده داریم از ماشین های ایرانی. ببینم با برخورد به این مانعی که گذاشتیم چه اتفاقی براشون میفته. بریم سراغ تست اول. تست اول پیکان رو داریم. بریم ببینم چه اتفاقی برای این پیکان میفته. اوه داغون شد. این حجم از خسارت رو میبینید. ماشین بعدی پراید. بریم عرابه مرگ توی این تست عملکردش نسبت به چیزی که از پیکان دیدیم بد نبود، ولی خب ایمنی بسیار ضعیف. ستون یه مقدار کج شده و میبینید وضعیت ماشین. بعد از اینا بریم سراغ پژو 405. بعد ببینیم این ماشین تو این تست چطور عمل میکنه. این هم از تست 405 که خسارت زیادی دید. فکر کنم سینیفن هم شکست، ولی ستونا تقریبا سالمه برخلاف پراید. ماشین بعدی سمنده که یکی از ماشینای ایمنی ایران خودروه، حالا نسبت به بقیه ماشینا. بریم ببینم سمند چه کار میکنه. وسعت نزدیک 70 تا، برخلاف چیزی که انتظار داشتی. ببین چی شد. خیلی بد آسیب دید سمند که تست افتضاحی داشت. بریم سراغ برادر بزرگترش دنا پلاس نیست، دنا معمولی. ببینم چه اتفاقی واسه دنا میفته. با صورت تقریبا 70 تا. دنا هم اصلا خوب نبود، یه مقدار بهتر از سمند. پس کجاست ایمنی که توی پلتفرم سمند و دنا داری؟ ماشین بعدی رانا. ببینم رانا چجور عمل میکنه تو این تست. با صورت تقریبا 70 تا. اوه ضعیف، خیلی ضعیف. ماشین بعدی هم بریم سراغ زانتیا. ماشینی که به خاطر ایمنی بسیار پایینی که داشت از روی خط تولید برداشته شد و تولیدش متوقف شد. بریم سراغ زانتیا ببینم زانتیا چجور عمل میکنه. به صورت تقریبی 70 تا. مشخصه خیلی ضربه شدیدی خورد و خیلی ماشین داغون شد. ستونا کامل جمع شده، سقف جمع شده، درای جلو جمع شده و حتی سپر عقب هم افتاده و خیلی افتضاح بود نسبت به ماشین قبلی که دیدیم. سلطان دهه 80 ایران با صورت تقریبا 70 تا. وای خیلی داغون شد. سانروف شکست، شاسیا داغون شد، شیشه جلو هم شکست و تقریبا یه مقدار ستون درم آسیب دیدن. تویوتا لندکروز سری 300، جدیدترین لندکروز موجود در بازار. بریم ببینیم این تویوتا لندکروز که شتاب خیلی خوبی داره با صورت تقریبا 70 تا. و وای بر من داغون شد. ستونای مقدار کج شدن. اینم از تست تصادف لندکروز. بریم سراغ ماشین بعدی. تست آخر ماشین نیست به جز ولوو 690، ایمنی ترین ماشین جهان تا به امروز. یک ماشینی که فوق العاده از نظر ایمنی و بیشتر از هر ماشین دیگه میتونه جون انسان‌ها رو نجات بده. بریم تست تصادفش رو ببینیم در تست تصادف چگونه خواهد بود. شتاب خوبی داره با سرعت تقریبی 70 تا و ببینید که عملکرد خیلی خوبی داشته. و فضای کابین کاملا امن و خیلی خوب عمل کرده و
جلوی ماشین که طبیعیه و خیلی خوب عالی بوده. یک ماشین ایمنی و مناسب، نه ماشین ایرانی. اگه از این مدل ویدیو خوشتون اومد حتما اونو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا انرژی مثبت بدید و ویدیوهای بیشتری در این باره بسازیم. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.